تازه اسیر شدن 8 تن از گروه طالبان توسط نیروهای دولتی. با نام خدا با تقدیم سلام باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال والت پرس. امیدوارم که تأخیر با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. مقام های ولایتی بغلان میگویند نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی در ولسوالی فرنگ 8 تن از گروه طالبان را به شمول مولوی نجیب الله و قاری مرزا از سرگروه های آنها را دستگیر نمودند. طالبان تاکنون در مورد این گزارش چیزی نگفتند. سپاس که تا اینجا با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب کنید. الله حافظ.